مثنوی معنوی مولوی هست قرآن با زبان پهلوی. لقمان حکیم مردی سیاه جورده بود و اسیر دزدان گردید و او را به غلامی به مردی پولدار فروخته بودند. خریدار هم او را نشناخته و در صف غلامان و کارگران خود نگاه داشته بود. در فصل رسیدنی میوه مردی پولدار فرمان داد که همه غلامان برای میوه چینی به باغ او بروند. غلامان دیگر بیشتری میوه ها را خوردند و نزد صاحب باغ لقمان را گناهکار شمردند. صاحب باغ خواست لقمان را تنبیه کند. لقمان که دانشمندی بزرگ بود گفت: من این کار را نکردم، ولی برای اینکه گناهکار بشناسی محلول شور و تلخ به من و دیگران بنوشان و به همه فرمان بده که با شتاب بدوند. آن مرد سپارش لقمان را پذیرفت و چنان کرد. غلامان همه که مسافت دویدن به دمگیری افتادند. معده ها در شوریدن آمد و هرچی میوه خورده بودند بیرون ریخت. تنها لقمان که میوه را نخورده بود آبی صاف قید کرد. صاحب باغ گناهکاران را شناخت و آنها را جزا داد و لقمان را نوازش کرد. وقتی حکمت لقمان این باشد که به این سادگی و آسانی گناهکار را از بیگناه به عوض می‌شناسند، برای خداوند بندگان گناهکار را با چنین آزمایش‌های رسوا کردن کاری مشکل نیست. داستان از مثنوی جلال الدین بلخی.